سلام به همگی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، لبتون خندان، دلتون شاد باشه. امروز در مورد افرادی که 3 تیر 25 خرداد و 16 خرداد اومدن دنیا صحبت میکنیم. این افراد سیارشون عطارد هستش، یکم زبان تند تیزی دارن و حاضر جوابن. سیاره عطارد نماینگر زیرکی، چابکی و توانایی در تجارت، صنعت، هنر، بصیرت، دوراندیشی و سیاست هستش. فردی که تحت نفوذ این عدد هستش فعال و چابک هستش، بسیار مهربان و دلسوزه، بشاش و خوشمشربه و همچنین از سستی و تنبلی هم متنفره. دوست اجتماعی زیاد داره و فردی تنوع طلب، تغییر پذیر و عاشق گردش و مسافرت هستش. این فرد یه مقدار عصبی، بیقرار و ناآرامه و در شرایط خوبی هم به سر میبره، ولی متاسفانه زود عصبی میشه و زود از کوره در میره و مشکلات های این فرد مشکلات های کبدی داره و همچنین عصبانیتش وقتی زیاد میشه از نظر روحی روانی به هم میریزه و کبدش هم به قول معروف وضعیتش بدتر میشه. یه مقداری جزئی کمخونی دارن، چربی خون دارن و این افراد ممکنه سیستم عصبیشون مثل گردن، بازو، گوش اینها ممکنه مشکل پیدا کنه، درد داشته باشه. سیستم تنفسیشون ممکنه به قول معروف آسیب پذیر باشه. باید از سیگار کشیدن، مواد مخدر، قلیان دوری کنن و الا دچار خدای نکرده سکته قلبی میشن، چون ششاشون درگیره. دیگه براتون بگم دوستان، این افراد ازدواجایی که میخوان بکنن با کسانی که دوره‌های بین 30 شهریور، 29 مهر، 1 بهمن تا 4 اسفند ماه هستن میتونن ازدواج کنن. میتونن همسر از میان این افراد انتخاب کنن چون راحت تر میتونن باهاشون کنار بیان. این افراد فقدان استقامت پشت کار روی کاری هستن، یعنی کاریتون نصف انجام میدن، خسته میشن، میگه بابا ولش کن. به هر چیزی از دریچه شک و شبهه نگاه میکنن و همچنین هم دهن لقن، غیر قابل اعتماد هستش. زیرک و باهوشن، اهل مساعدت و همکاری با دیگران هستن، سودمند برای دیگران هستن، بسیار هوشیارن و به قول معروف و بسیار دلسوزن. رنگ یاقوت کبود براش اومده که میتونه از یه عقیق برای انگشتر استفاده بکنه و همچنین شنبه، چهارشنبه و جمعه براشون اومده. این افراد ممکنه مشکلاتی کاری، مشکل ازدواج، مشکل به اصطلاح رابطه با دیگران، دچار مشکلات زیادی باشه. اینها چون شنبه برش اومده طلسم واقعی هستن، جادوی سیاه هستن. چهارشنبه زبانبند خلقی چون زیرابزن زیاد دارن. جمعه مهر محبت خلقی و جذب جنس مخالف یا جذب انرژی مثبت نیازمندن که اگه خواستید من در خدمتتون هستم، میتونم قلمشو براتون بزنم. دیگه براتون بگم که این افراد از نظر شغلی اگه به اصطلاح دوره دبیرستان به سر برن یا موقع انتخاب رشتهشون هست برای دانشگاه، دنبال کار و تجارت برن که تواناییشو دارن. همچنین به قول معروف پزشکی، جراحی براشون خوب اومده و همچنین یک وکیل موفقی میتونن بشن. این رشته براشون عالی هستش و همچنین کارهایی که با نظم ادامه دار باشه، مثل موفقیت های مالی که گفتن که در آینده میتونی موفقیت های مالی رو به دست بیاری و خوششانس هم هستی. امیدوارم که عالی زندگی کنید، خوشبخت زندگی کنید، آرامش داشته باشید داخل زندگیتون. 2 فرزند در طالب و سرنوشتتون هست.
و همچنین آینده درخشانی انشالله دارید. مشکلاتتون هم برطرف میشه، ولی اگه خواستید میتونم دعاتون رو براتون انجام بدم که این دورش به جلو حرکت بکنه. و همچنین رنگ های سبز و سفید خوشیوم هستن، میتونید از این رنگ ها برای لباس رو انتخاب کنید. 23 سالگی، 32 سالگی، 41 سالگی سالهای بسیار عالی هستن براتون. گشایش های کار و زندگی براتون ایجاد میشه. 50 سالگی، 59 سالگی و تقریبا 89 ساله هم عمر میکنید. عمر بسیار مفید و عالی دارید. انشالله که همیشه موفق باشین، دلتون شاد، لبتون خندون باشه. موفق باشین.